صدا که میفته دور آیا داشتیم دماش صعود کرد مال هوای خودتون، مال هوای تیم و خوشحالی مردم گیلان رو میخواییم بس بکنیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام طرفداران فوتبال ایران. ایام فوتبالی عبدالله تسلیت میگم و در روز عاشورا یه بازی خوب و یه مراسم عاشورا بچه‌ها ما برگزار کردیم. قبل بازی سپاسگزار مجموعه قدیر هستم که با ما همکاری کردن و من در وله اول جا داره از طرفداران عاشق، از تیفوزیای با معرفت که قلبشون با ما بود که ایمان و رشت و بعضی هم اومده بودن اینجا به خاطر شرایطی که سازمان لیگ گفت نتونستیم بازی برگزار کنیم، ما با اینا خوشحالی تقسیم کنیم. خدا رو شاکرم، خیلی ممنونم. من خاک باید همه پیشکسوتان فوتبال هستم که حامی من بودن، بچه‌های من، بازیکنان با غیرت بازی کردن، مردونه بازی کردن، فوتبال پاک به نمایش گذاشتن، یه فوتبال خوب کلاسی در حد لیگ برتر. این داماش جایگاهش اینجا نیست، این تیم جایگاهش اینجا نیست. ای خدا خودت شاهدی، این بچه‌ها همشون خیلی بالا، همه اینجا میتونن لیگ برتر الان بازی کنن، ولی خدا رو شکر این تیم خیلی پاکه. آقا بهزاد در دهه 60 برای اولین بار به عنوان بازیکن شما تونستید همین تیمو به سطح اول فوتبال کشور ببرید و در روی صعود بشه. الان به عنوان مربی بار دیگه تونستید جشن صعود برنامه این سوال میتونی با دهه 60 مقایسه بکنی؟ ببینید من واقعا اون شرایطش فرق می‌کرد. واقعا زمانه فرق می‌کرد. الان شرایط مال همین شرایط. من بازیکن بودم، الان مربی